سلام، شب بخیر. به برنامه خوش آمدید. بعد از تحول سیاسی در افغانستان، چیزی که همواره به گوش مردم افغانستان رسیده کمک‌های بشری افغانستان به افغانستان است. کمک‌هایی که مردم بی‌باور شدن به این کمک‌ها. یونما نقش مهمی در این بخش داره. چقدر یونما تانسته فقر در افغانستان کاهش بده؟ چقدر تانسته افغانستان از انزوا بکشه؟ نقش یونما در مهار کردن وضعیت سیاسی افغانستان چقدر خوب بود؟ چقدر یونما توانسته با کشورها رابط افغانستان ترمیم بکنه؟ در این مورد بیشتر بحث میکنم. مهمانان من در این برنامه: صمیم شمسی، آگاه مسائل سیاسی; عاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان; توریالای غیاسی، آگاه روابط بین الملل. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. غیاسی صاحب، به دیدگاه شما یونما در نزدیک بر 3 سال بعد از تحول سیاسی در افغانستان فعالیتش چگونه انجام داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما مهمانان گرامی و بینندگان. خب، تاریخچه یونما را شاید شما بیان کرده باشید، در بحث من موجود نبودم. یونما برای سال 2002 که تشکیل شده، اما یک ارگانی هماهنگ کننده تمامی مؤسسات سازمان ملل متحد است که در او 15 مؤسسه که در فیس و در چیز و یونسکو است و سازمان کمک رسانی به زن است و توسعه و همش نامش است. 15 ارگانی ملل متحد در او شامل هستند. از سال 2002 با بعد وظیفه از او یک بخش اقتصادی و کمک برای توسعه و برای توسعه روستاها و اینها بود که تا جای موفق هم بود. تا سال 2012 که دقیق یادم نیست، موفق بود کارهای خود پیش برد تا اینکه دولت‌های وقت افغانستان باز دوام مداخله کردن و همون جهت از او را تغییر دادن، بعضی برنامه‌های از او را خنثی کردن و که گفتم میشه که آقای حنیف اتمر در اون نقش داشت خنثی کردن بعضی برنامه‌های یونما. ولی بعد از سال وضع سقوط جمهوریت آقای غنی قصه اینجا اگه اجازه بدین، اینجا یک بحث یاد شده، مهمانان اشاره کردند که یونما در دوران حکومت جمهوریت بعد بیشتر علاقمند بود که در میان مردم افغانستان به اتفاقی با وجود بیاره و سرمایه گذاری میکرد به اقوام، اگرچه هر اقوامی که پشتون، ازبک، تاجک، هزاره و دیگر اقوام سرمایه گذاری میکرد تا به اتفاقی میانشان وجود داشته باشه. ما چنین سندی را تا حال ندیدم. اگر دوستای سند ارائه بکنه که کلیگویی است که ما حرف بزنیم، بگیم کلیگویی است که چیز هست، سندی وجود داره، من نمیدونم. ولی یونما در این شکل نیست که کارهای اشتباهی را در افغانستان کرده که زیاد در اموری مثلا انتخابات ها مداخله کرد، در اموری جامعه مدنی مداخله کرد، دموکراتیزه بودن جامعه را تحت سوال برد، افراد و اشخاصی معین در زمان جمهوریت اینا جذب کردن، برای از اونا بودجه دادن، بیشتر ذهنیت سکولاریستی را میخواستن در جامعه افغانستان چکن، نه به اساس اقوام، به اساس مفکوره اندیویدوالیسم غربی. این کارا را کردن که من شاهدش بودم. میخواستن که جامعه را یک نوع سکولار بکنن، در یک بخشی از کاراش بود، در کلی کاراش نه، ولی شاهد مداخله و گواج انتخابات ها و گواج منفی از بود. ولی یعنی در امور داخلی افغانستان مداخله میکرد و در امور سیاسی در این بخش‌های جامعه مدنی مداخله میکرد، در انتخابات مداخله میکرد. بعضی کاندیدای مشخص برای پارلمان و اینها، خصوصا زنها را و فیگورهای بسیار مشخص و حتی بدنام کمک کردن. من شاهدش هستم. در این حد میشود که یونما را نقد کرد. اما باقی در توسعه روستاها، در انکشاف اقتصاد روستایی مردم بسیار کمک کرد. بسیار مردم با پای خود ایستاد شدن. پروژه های خرد و کوچک اقتصادی را کمک کرد. این جنبه های مثبتش است. اما بعد از سقوط جمهوریت در سال 2021 وظیفه یونما تقریبا در نام به همون شکلش باقی ماند. همه سالهای را ملل متحد تمدید کرده می رود، ولی اشخاصی را که در رأس این اداره مقرر میکنه اشخاصی کم تاثیر هستند و عادتی قدرت‌های غربی و خصوص امریکایی است که یک کشوری را یا ملتی را که دوسیش اون را بسته بکنن و معوق بسازن برای فعلا در دسترس اما کار عاجلشان نباشن، نخواهد که مشکل سیاسی اقتصادی و نظامی از اونها حل شود، بازی را مجموعاً میسپاره به ملل متحد.
اونجا اتنبایوف هم مقرر کردن که سابق رئیس جمهوری اشتباه نکنم رئیس جمهوری قرقیزستان بود، به این فکر که این با جامعه افغانستان شناسی گپای زیاد داره، در حالی که شناس از او کمتر بود با جامعه افغانستان. یعنی یک اداره تقریبا فعالیتاش خنثی‌تر است. فقط یک هماهنگ ببخشید نمی‌ذارم انتقاد کنم که حال فعالیت از او بیشتر به این میچرخه که هماهنگ کننده کمک‌های ملل متحد است. همین 42 میلیونی را که کشورهای غربی آمریکا و اروپا رو رای میکنن، این را با مؤسسات توزیع میکنن. نمیفهمم که در زیر پرده چه کارهایی میکنن. من در افغانستان حضور ندارم، نمیدونم، اما همین کمک‌ها را توزیع میکنن، هماهنگ میکنن. بعضی کمک‌ها پول امیرم نکته را اجازه بدید بگم که بسیار مهم است. این پول این قسمی است که به نفع امارت اسلامی تمام میشه، به این شکل تمام میشه که این پول یک مؤسسه میگیره با مؤسسات توزیع میشه، مثلا 10 میلیون 20 میلیون برای داده میشه. باز این مؤسسه همین پول میبرن در سرای شاهزاده، اونجا نماینده امارات هست غیر مستقیم از طریق بانک مرکزی. همین پول پس اینا به افغانی تبدیل میکنن، خریداری میکنن، این پول برای دفاع افغانستان میاد. از این نگاه همین ارزش پول افغانی را که نگاه کرده، همین پول 42 میلیون دلاری امریکا و کشورهای غربی است که از طریق یوناما در افغانستان داده میشه. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. قیاسی صاحب، مقام‌های یونما همواره در سازمان ملل متحد بحث عدالت مطرح میکنن که با خاطر تامین عدالت در کشورها مبارزه میکنن، اما اینجا حرفی است که چرا با مردم افغانستان صادقانه وارد عمل نمیشه یونما؟ اگر عدالت باشه خودشان زیر پا کردن عدالت. ما با سوال جواب میگم ان شاء الله مفصل. فقط شما لطفاً این وقت چی بگذارین که ما این نکاتی که ایجاد شد درباره از اینا تفسیری داشته باشم. بفرمایید. که همین فرآیندی یا غلط‌فهمی برای جامعه هدفی ما شما در این بحث همیشه که جامعه رو روشن بسازیم. با شعار و با احساسات دیگه با بیشتر مشکلات حل نمیشه. این فایده هم نداره. در طول 45 سال 50 سال هم مفید واقع نشده. احساسات بیجا. یوناما قسمی که گفتم 15 ارگانی هماهنگ و اعضای 15 ارگان یا مؤسسات ملل متحد است در یوناما جمع آوری شدند. تحت این نام در افغانستان هستند. باز یوناما در دیگر کشورها ارگان‌های ملل متحد مستقل عمل میکنند. بس یوناما یکی از مرکزیت مهمی ملل متحد که مجموعه همین مؤسسات با خود دارد در افغانستان هست. اونا سازوکار اداری و چیزی خود دارند. این برادر که اینجا میگن، ما دفاع نمیگم از یوناما که شفاف است. شفافیت اونا در خود ملل متحد میشه و ایجاد از زورخان است، حسابدهی است، حساب میگیرن. این تو الکی نیست که پول رای کنند که کس از ما میپرسند. مشکلی خود یوناما هم است که معاش مامورین از این بالاست، خدمات از اینا بالاست، یک مقدار پول در اون مصرف میشه. و یک مسئله دوم اینجا در تناقض زیستن امارت اسلامی است. ما اول پیش از یک برابر بسازم که غلط‌فهمی نشود. در مجموع با تاسیس ملل متحد با شورای امنیت و با همه ارگان از نگاه فکری مرتبی من مخالف هستم شخصا. اما حالی چیزی است که وجود داره، ملل متحد در افغانستان که هست، همه قسمی که کمک میکنه، همه قسمی که ارگان‌ها در فعالیت میکنه از سال 1945 است که برادرها بودن. بعد از سال 1949 یونیسف اولین بار فعال شد و با دیگر مؤسسات هم آمدن تا بعد دوران جمهوریت تا سال 2002 هر مؤسسه ملل متحد جدا عمل میکرد، مستقیم به مو مرکز خود حسابدهی بود. اینجا یوناما اینا را جمع کرد و تحت اداره یوناما اینا کار میکنن. آن یک عمل متقابل است. مشکل اینجاست که امارت اسلامی در یک تناقض زندگی میکنه از نگاه سیاسی و روابط بین دو. آقای مختار اینجا میگن که مثلا ما با روسیه کار کردیم، با ایران کار کردیم، با چین کار کردیم. تمام کمک‌های سالانه دولت چین معادل کمک یک هفته‌ای غرب برای افغانستان نیست. 42 میلیون هفته‌واری میده. شما حساب کنید در یک سال 42 میلیون دلار مفت چین و روسیه به افغانستان ندادن. اونا از یک فضای باز از نگاه روابط سیاسی با طالبان دارن، اما تناقض است که طالبان را به رسمیت نمیشناسند. اما تحریمی که سر افراد طالبان از جانب ملل متحد است، اونا در اون شریک هستند. اونا رأی دارن با تحریمات افرادی از اینا. این سیاست یک بام و دو هوا را با امارت اینا بازی میکنن. امارت رای خود در این مسئله گم کردگی است. چون امارت با همون پروتکل ها، با همون معاهداتی که افغانستان ملزم است در ملل متحد ملزم است، با او پایبند نیست.
اما را تو را به رسمیت نمیشناسه. یک کسی که به رسمیت نمیشناسه تو از اون توقع هم نداری که برای ما کاری باید انجام بدی. یا مثلا بگو که دشمنی است که ما را شکست دادم، استعمار رو مقرار دارم، حال دیگه از استعمار تو چی توقع داری که باز از همون ارگانی که تو به رسمیت نمیشناسی، اعضای بسیار بلندپایه امارات بلندپایه به رسمیت نمیشناسه، باز توقع داره که برای تو همکاری بکنه. داستان سومالیا و پاکستان اینجا اونا کشورهای قانونی دارن، اونا کشورهایی است که پروتکل را امضا کردن، ایران امضا کرده، با همین اساس ایران حق داره یا دیگه کشور حق داره که برای خدمات ملل متحد اینا نظارت بکنن. یوناما تا جایی که من اطلاع دارم فعلا میرم بیمون دفاع نمیگم، در بامیان، در بدخشان، در اطراف افغانستان بسیار خدماتی بسیار، یعنی یک قطره در حالت نزع برای مردم میرسانه و معاش یک عده معلمین نسوانه که اونها از وظیفه به وظیفهشان 8000 9000 میپردازه و معاشی بخش طبی افغانستان از وزارت صحت هنوز میپردازه از طریق همین 42 میلیون. یک 40 میلیون دیگه میگن شکل استخباراتی که در همون معاهده مخفی امریکا با طالبان سکور امریکاییان میتن. همین چیزهاست که اقتصاد افغانستان رو برداشته. هیچ معاهده تجارتی با چین، هیچ معاهده تجارتی و سیاسی با روسیه اقتصاد افغانستان رو نگاه نکرده. شما باور کنید که همین 42 میلیون اگر امروز قطع شود و 40 میلیون هم که گفته میشه که طور مخفی داده میشه قطع شود، قیمت پول افغانی هم لازم به 100 برابر میرسه و همون قصه های سال 92 اینها میشه. با شعاری گواه نمیشه، واقعیت های قصه همیست. این حالی ما در یک فضای متناقض زندگی میکنیم، هم از جانب ملل متحد هم از جانب امارات. و متاسفانه جامعه ما تیوریسنی درستی مسلکی یا همون تکنوکرات با اون نام تکنوکرات غربیش نداره که هم در زمان جمهوریت امالی ما مشکلی قوای بشری داریم، قوای تخصصی داریم که همین چیزها را ولو در حد کوچک هم است منیجمنت کنه. طالبان که آمدن در این ادارات شفافیت چون خوبتر است ولی مسلکی نیستن، نمیفهمن، سواد ندارن. حتی همین بسیار کسایی که من نمیخوام برادرات، همین کسایی که شما در اینجا میرسید بسیار مسائل معلومات ندارن، صرف شعار میدن. پس به این اساس این جامعه متاسفانه روز به روز با بدبختی میروند. ما از این دوباره برمیگردم. یوسف، به دیدگاه شما بالاخره راه حل با وضعیت فعلی افغانستان چی است؟ راه حل خود بسیار یک سوال بسیار کلان است. ما دیگه فقط چیزی که میتونم در رابطه با سخنان آقای مختار بگم، چیزی باید نگم، بهترین چیزی که باید بگم نگم است. فقط یک اشاره بکنم که کانال کوشتیپه پروژه بسیار سابقه و تصویب شده افغانستان بود. بودجهش هم از بانک توسعه آسیایی بود که در زمان حکومت فاسد جمهوریت هر روز به تعویق میافتاد و فشار ازبکستان نابودی نمیشد، ولی خوشبختانه طالبان کار کردن. بودجه افغانستان نبود، بودجه هم بود تصویب شد. و حالی هم کانالی هم کریدور واخانه که امارت اسلام میخواد جور بکنن، بودجهش 300 میلیون دلار از بانک صندوق پول ملل متحد است که از اون داده می شود. این پروژه ها اکثرش از قبل بوده و بودجهش هم معطل کرده ملل متحد. 350 میلیون دلار اینا را داده می رود. این که امارات عملی میکنه و به افتخار میکنه و کار بسیار خوب هم است. و اما به خاطر سخنان را گفتم که بحث ما شما بحث موردی بود. بحث موردی یک اصطلاح است، یک اصطلاح علمی است. آقای مختار ما کتاباشون تا حال نخوندم ولی از سخنانشون همیشه تاکید کردیم چقدر میفهمن. من خوب در این باره بحث نمیکنم. راه حل همیست. پاسخ به نوبت میتونم. پاسخ به نوبت راه حل همیست. اجازه بده. پاسخ میتونم. بفرمایید. بفرمایید آقای قیاسی. مختار صاحب حرفای شما؟ قیاسی صاحب خلاص شده؟ بله بله. خب حرفای من این است که ما به دو نکته باید اشاره بکنم. پروژه های قیاسی صاحب هستند. قیاسی صاحب صحبتتان تکمیل نشده، بفرمایید. قیاسی صاحب بفرمایید. قیاسی صاحب بفرمایید. راه حل همیست که از تجربه 50 سال گذشته یا 4 سال گذشته از زمان خان تا به حال نشان داده شده که جامعه تک حزبی، جامعه تک گروهی، جامعه تک پروژه‌ای در افغانستان مفید واقع نشده و ادعای بسیار عامیانه است که اگر افغانستان آرام بود تمام کشورهای منطقه آرام میباشه. 50 سال است که افغانستان آرام نیست اگر داود خان حساب کنیم یا بیشتر از او، ولی کشورهای منطقه آرام است. این جنگی در پاکستان نیست، جنگی در تاجیکستان نیست، جنگی در ترکمنستان نیست، جنگی در ایران نیست.
این ادعای واهی است که در این راه است که جامعه افغانستان یک جامعه شهروندی شود، یک حکومت قانون به میان بیاید، تمام اقشار، اطیاف، گروه‌ها، طایفه‌های افغانستان در او آینه خود ببینه، یک اجماع ملی به میان بیاید، یک حکومتی که شکل ظاهریش انتخابی باشه، مردم با او رأی بتن، همه مردم با او قانع باشه. تشکر. جریان‌های که رفتن همگی مسئله دیگر است. امارات هم نوعی از حکومت خلق پرچم، مجاهدین، داوود خان، امیناست که یک روز یعنی کسی میره و یه حرفای با شما به جای خود باقی میماند. تشکر. این حکومت‌های شکل نوعیتشان تغییر نکرد. تشکر مهمان عزیز که در برنامه حضور یافتین. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر تا این ما را همراهی کردن. وقت بخیر.